همین قانون روسیه امروز روانه شده است مقابل مهاجرت. هر کسی فکر کرده اومده که چون سالهای پیش نمیتونیم در اینجا زندگی کردن خطا میکنن. ممکن ما ایون آخر ایول زیادی از 80% مهاجرت برگردن به وطن. سببش میدونید سبب یگانه‌شون است که شما اگر نتونید خوجین خود یافته دیگه در خیلی همون داچ هم کار کنید، دیگه در ساختمان کار کنید، با همراهی همین انسان باید شما فامیل سازید. در حالت دراز نمودن حیاتتون وای دراز میکند آمدن شما رو در روسیه. این دخترها که آمدگی از کودک اینا همه باید برگردن. حکومت تاجیکستان باید قائل شود، گپ زند، آزادانه به ماجرای خودش که قطاری پویزدو مدمونهایی که هستن برگشتن به تاجیکستان و در همه طرف مهیا باشن. لیکن تاجیکستان خاموش است. سببش میدونی که اونا از آمدن شما اونقدر خرسنده نیست و دیگر هم اولیای شما خرسنده نیست که در آنجا زندگی در این 23 سال حیات نه بلکه شما رو دولت تاجیکستان اولیای شما رو نمودگی است. من پورا گام میزنم تمام بودجت این روزه تاجیکستان از حساب مهاجر بود. هر کس شما در اولت رهبری خانه همچون پرزیدنت بودین، رهبری خانه همچون رهبری حکومت بودین، هم یوریست بودید، هر کسی که بود خود به خود در بین اولویاتان کار پیش می‌برد. لیکن این روزها روس‌ها خواستن از بین برداشتن و دیدن برآمده که یکی از قانون‌شکنی بدبین‌ترین نسبت تاجیک این دراز کردن خشونت‌های روسیه بود در 40 سال و عوض بر همین دادن بود برای مهاجرت تاجیکستان 3 سال در روسیه تواند یک مرتبه جزوی کاری گرفت و هوای دوام کرد مدت 3 سال. اینا بریده شد. سفیس تاجیکان در دولت‌های جنگی هر یک ساعت هر یک روزها زیاد شده است. و عاقبت برگشتن جوانان کسی که اونا زنده مونن اونا هیچ وقت در سر میز نمیشینن با هم صحبت نمیکنن و کسی را از کلان‌ها هم همچون ستریچ میگن در کافکاز اونا گوشم نمیکنن. اونا هم مشکل هست در اون را میروند در روی خون ریختن. از همه خوبتر میشه در صحبت‌های تلفنی خود با پدر و مادران که با خشت براتون میگوید که اون کسانی که میخوان چپتا گیرن که بلیط هواپیما گیرن زمین بگیرن همونو حرکت نکنن چون همه اینا قرضدار شدن کردیت گرفتگی و همون پولی که شما گرفتار زمین بیدن همونا برگردونده قسم کردیتی 2% هر ماه 3% میگردونن ممکن بی مالکیت خودی مونی شخصیت رو مدت نو بسته شما شهروند تاجیکستانی بانک‌های تاجیکستان از شما این کارو مجبوراً کشیده میگیرد مالکیت شما رو گرفته میبرد. این روی ترسانده نیست من شما رو گفتم. یک روی با برادر هم صحبت بودن ما است. اون چیزی که ما میدونیم باید به شما رسانیم. در یک مسکو نه کمتر از 300,000 تاجیکستانیان از 300,000 از 100 نفر فقط یک نفر به حساب ما میتوند خوجین یابد. نتیجه حساب کرده بودید همین ممکن 10% عمومی یعنی 300,000 تواند آزادانه کار کند در نزد خویش تا برش دیگر حالات رو پیش برید. خوب دیده برایتان زیادی کودکانی که هستند سنی مکتبی هستند که تو سنی مکتبی هستند. فقط در مکتب‌ها امروز معلوم نمودند که شخصانی که RVP دارند با میگراسیون کارت دیگر کودکان رو به درس نمیگیرند. برگردید به وطن خود. از 27 اپریل 2015 حکومت روسیه با قید گرفتن شهروندان از دیگر دولت‌ها با اوکراین می‌رفتند که به ترکیه حمله مان کرد. تنها سفر به وطن از وطن برگشته بودند. برای من سفارت تاجیکستان را هست سفیر. برای من از کنسولگری تاجیکستان را رهبری کنسولگری زیادتر حرکت کنید. سرجم شویم با مانند این آفیسر اینجا با همین شخصا بسیارتر بخورید. آنها خاموشند تا آن حالتی که شما خاموش هستید. در حالت طلب نمودن به مانند دیگر ملت و حقوق‌های انسانی خود حکومت تاجیکستان نماینده هم از پس حل مسائل شما میشود.
از همه وزبین‌ترین از 100 نفر مهاجر از سن 17 تا 30 ساله نوشته رو خونده نمی‌کنه. 99 نفر. این کاغذی که هر روز جمع میشه اینا رو دیگران نوشته ایستادن از اون شخصی خود. وقتی که دولت وجود دارد و دولت اساس اولیه پیشروی دولت این مکتب است. اون چیزی که ما درخت میشنونیم بود از این درخت میوه گیریم. اگر که مکتب ساختیم آنجا باید ما کبر گیریم. همون مکتب رو محکم کردن در کنست همون درختای بیمیوه هم بریده پرستان در کنست. از اون که زمینی خواهی شود وقتی سویا پیدا شد گندم پیدا نمیشه. از گندم میگم فصل پیدا نمیشه. امروز کادرهای تاجیکستان با خوبی ایستاده این کادرها باید تماما با خواهش خود از وظیفه خود برآمده روند. میگه در 23 سال دیده برآمده است که خاموشی شما صفی کادرها و صفی زیاد شدن طرفدارانی اونا از طرف اولادی زیاد شده ایستاده است. برای همون در فکر شما هم قسم نیست. اون چیزی که من گام میزنم شما هیچ وقت تکرار نکنید. هیچ وقت برای که به شما یک ضربه سخت زده شد. خاموش بودن شما در حالت درسته در حالت پیش میاد شده سرجم شده و خونده در اون حالت سوال کوتاه دیگه همین حیاتی ما همین جوانی ما و جوانی آینده فرزنده ما چی گونه باید گذرد ممکن از 10 تا 15 نفر هر یک شهروندی تاجیک به زندان رفتن یک در زندان ها فرزندایی که 18 17 مدرسه 10 سالی ترمش دیگه خود داخل سوال این چه فرزند 18 ساله 10 سال در ترمه روسیه خدمت در حالت پرسیدن در حالت پروتکل کردن نه ادوکات داشت نه پیریود چیزی هیچ کس نداشت کسی به این نپرسید اینم بی‌سوادی ملت است یک ملتی که 1000 سال تاریخ داشت به جمشید روشن مبادل شد الان جمشید روشن همون سال 2011 با چقدر عذابو برداشتیم در مسئله همین جمشید روشن که نمی برداشتیم همین روز نشستیم اینجا و چندین مسخرهایی که میکردن همون ایشون بوده رفتن لیکن در خودی همون حاجت خانه ایشون نکی برای که 70% در مشتون نماز خونه خودی میلادی توجیه اساسی توجیه اینجا برام دارد مشتشون خالی میمونن هیچ کی مشتون در کنه سه برای یعنی کاغذش هم جمع کنار میداره کاغذ بسوره میگم اتکازون دیش میگم این کاغذ این 30,000 40,000 20,000 وای سپریده است دیگه برگردانده نمیشه بسیاری شخصا 4,000 اولی در اومدنی که سپریدنی پاتنت هم سپریدگی هم دارن آزادانه درایتون تلفن هست قسمی زیولی در آوردن 4,000 آخرون گردانده میشه شخصانی که میخوان تمام این پولاشو گردانده گیرن اونا میایستن مینویسن از کاری که ادوکاتای نزدیکی است بر سر میکند دست نکشید برای که تا آخر میره اونجا به 24-25,000 نیست هر یک شهروندی توجی زیاده از 150,000 روبل صرف کرده از تاجیکستان به این روز آمدن در 3 ماه حیاتش همین قرض است حکومت روسیه طلب کند از کمیسیون استرکتورای صخره با کدام امنیت این پیرامید را باید ساخته بودن نسبت دیگر ملت‌ها اون ازبک اصلاش نکنه ما کردان نیستن کلیزو لیکن نسبت توجی خاموش در کار میتوانید روید عریضه نیستید زیادی نیستید همون خودتون گردانن 4,000 برای تاجیکستان یک لینچوار تون میشد همون خوب است معلومه سوال باشد به قدر امکان جواب میتونم و توانم جواب داده دیگران نشستن تصوری که ما دارم جواب بدم ما در فهمیز گفتم که نه دگاور در شما کیه؟ چون دارید؟ خودی رکبالی جان خودی ما در فهمیز گفتم که نه اکسترس در کوره نه دگاور ای جامعه شما گفته که دگاور در کوره از 27 اپریل پیش از ایدی غلبه روسو شخصانی که خواستن گشتن در رومان کرده شدن با قسمی سودی دیپارتاسیون نمودن از نبودن رجیستراسی پرابلمی فهمیز رفتیم گفتن که فهمیز ده پرسیدیم گفتن که نه دگاور در کوره نه رجیستراسی من یک فکر خوب میگم شما اون چیزی که من میدونم به شما میرسونم این سیستم تو 100 نفره 50 نفره کدام روز درست است بیام نماینده حکومت روسیه را فریاد کنیم از یک نماینده فهمیز یک نماینده حکومت تاجیکستان را که دست است یا زلا گیریم بیشینه دیگه نه خودم گستیوی دوم در کدام روز درست میگادتون بعد شما بانی خود صحبت کنید 10 نفر شما میشین 20 نفر همون صحبتای خوبی که درست است همون رسونید امروز دگاور طلب است بیا دگاور برده در فهمیز نسپورید اون بانی خودتون بانی خوجایتون بعد از دومو
будани набудани патент шумо аз байн меравад. شما باید دونی که هر ما 4000 میسپرم هر یک 4000 سپریدند هر ما با خوجینت باید که جوره بیتون با فامیلیسی نزدی همون کارخانه من آوردم صفرهای اساسی رو که از 100 نفر 99 نفری تاجیکستانیا در این روز دستگیری نه از طرف کارمندانی فیرما نه از طرف شخصانی که صاحب داچه پیدا کرده نمیتونه یگان نفر اگر پیدا شود که نشناسد همونا چون که در وقتی شما میرین در داچه کار میکنین صاحب خونه داچه دماوی کنیگه میگن که تو خونه شو گرفته روی شما در پس میگراسیون کارت از سرحد گرفتن شما هر 9 مرتبه از 3 ماه با 9 ماه یک سال میشه هر مرتبه باید برده پیچه کنه در نزد دیوار باید همون کجای خونه با شما رستا ایستن کی این کارو میکنه در تاجیکستان برای چی از تاجیکستان میلیون تاجیکا برآمده رفتن یا اون کس نگفت که چندین بار من در سخنرانی رحمان رو گوش کردم فهمیدم من یگام نفر به مهاجرت تکلیف نکردم پیشنهادم نکردم و نگفتن که از وطن برآمده در مهاجرت در دولت کار است لکن خلق ریخته برآمده رفت اینا چی کردن این روسو در بین خود نشسته صحبت کرده است در همین صحبت رو همون فولبین هم گپ زنی گپتون میزنم ما اکستراسینس داریم یک خدا هم بیاد از همه جا کنده شما کنیم پیش از کنده کردن روی کردن فراموش نکنیم ایوان گفت пока таджик последний копейки своей не сдаст не надо его в суд вести или отдать такое подобие бумага отказной да отказной бумага ягон ракам вujud ندارد در کدام چیسلو به کدام رقمی شربانه دادگی هم فامیلش دیده برایتون فامیلشون ایکرامجانوف ای در تاجیکستان ممکن ایکراموف 100,000 باشد اون چیزی که شما میبینید با چشم خود دیده ایستاده رفتار هم که کردن گرید اون گفت چی نیست بدی به شما هم نیست این کار همین بودنی رجیستراسیون نبودنی رجیستراسیون اول خوجاییتون رو یابید کارخانه‌ای که ساختمون در هست دیرکتور فیرما من از این بچه‌ای که اومدن همین این کاغذایی که جوابشون دادن همینا رفتن یگان خوجایی به گردن گرفت در یک کارخانه 500 توجی کار میکنن я ни с кем не собираюсь подписать договор. Зачем тогда у него его спрашивают, зачем требовали с него, что он поехал сделал патент? Он говорит, ну патент мне так объяснили. Бо багар аз ин ҳаст корхонаие ки он тоҷик 4000 ки супорад бо маҷбур карда налоги 28% 30% талаб дорад. ҳамин 4000 худаш налог аст ку. ютуба маша мебинед ин кори дохилии ман аст. мумкин душмани ман аз мои сари шуморо зиёд бошад, локин хомӯш будани ман маънои вай надорад. ман медонам ки аз як авлоди ман дар як россия агар 160 нафар бошад авлоди ман багар аз пирон дигар ҳамаш дар русия ҳамон пиронам рагардир ёдгира мебиям имрӯз баргаштан дар кор баргардонда истодам на танҳо нисбати шаҳрвандоне ки шаҳрвандии тоҷикистон дорад имрӯз бадӣ нисбати шаҳрвандии русӣ гирифтани тоҷикона аз бад аннулировать кардем бояд мо ҳар ҷое ки набошем донем ки мо ватан дорем мо замин дорем обу ҳавое ки мо дорем ин аз мо аст агар ҳамун замину оду ҳавое ки чизе ки ҳаст аст ҳамун боигарии тоҷикистон агар дуруст истифода бурда тонем бо ҷавоное ки ҳастанд фикрашон пеш рафтаган соли фикран дар он тоҷикистон зиёда аз 15 миллион метавонад зиндагӣ кунад ҳаёти хуш барад дар пеши зану фарзандон масалан марҳамат ман бега эълон мекунам ки фалон соат ҳаматонам площадка аст ман ес ки шақаш дорем сарҷам шем ман файрод мекунам ҳукумати тоҷикистона ҳукумати русияро наздики фомилша идите отвечайте на вопросы граждан Таджикистана. То як сухани гап мезани бародар ки дар ин сухани то аст ки садҳо мумкин ҳазорон одамон монанди худат ҷабрида бошанд онҳо дар палу бояд истанд оли сарата дар замин мезанӣ дар девор мезанӣ дилсӯзӣ мекунӣ дилдорӣ мекунӣ гап мезанӣ тавонед ин дарк шудааст ин дарк 8 сол шуд дар ҳамин фақат ҳамин ҷо боз ҳамин дарк шудааст ин ҳамином тайёрам ин рӯи хатто наорем ҳаминҷа 1000 нафар одам зиёд шавад ҳамон рӯз масъалаи шумо ҳал мешавад ҳукумат бо мегӯяд ки ҳамун сафиран ки кани ҳамун одамо дар ҳаёти хуб зиндагӣ доштиян ку
من روز میبرم پرابلم یا خودت در پیش کنسولگری حل میکنم پاسپورت همشون دادم لکن من نمیرم چون که برای این پرابلم میتونه و چی میگم انا آوردی پرابلمش حل کردیم همه پرابلم حل نمیشه من سیستم لازم است دیگه طرفی ببینید من مسئله برداشتگیم شب و روز کشودنی کار کردنی کارخانه دیاسپوری توجیه نه بلکه در 5 ساعت شب و روز شما وقتی аэропорт میرین там دیدو تلفن میگن که задержка самолета есть или нет правильно همون دخترها چی جواب میدن ваш самолет да там задержка на 2-3 часа правильно برای چی شما تلفن میکنید برای که میخواد که همون داخلی با کمتر پول بگی برادرت سری وقت دم نیست چرا ما مهندسیم که شب و روز کار کردن 10-12 دخترها شبانه شینند هم احترام تلفن کردن هم از پیش پریومید یک تلفن برداشته ما نمیرسه سر بدیم این وقتی هست موقع میزنم بچه بدخشان باشن خوبه نباشن گوش کنید راه رسونید شو یگان بدخشانی مراجعت نمیکنن یگان بدخشانی اسماعیلیتی مراجعت نمیکنه اگر بیاد سلام میکنه اگه چه سلامتون از رفته میدین برای چی برای که امروز صاحبشون یافتگیان به حضرت اوخان یگان بدخشانی عربا نمیکشند نظر کنید در رایان‌های تابع ریسپوبلیک تاجیکستان تمامی بدبختی در تابع ریسپوبلیک حتی سگدینسکی области آنهم از بدخشانی آموختند 15 دخترک کار کنند شب تلفن گپ زنم چی حادثه شده است کجا روند کجا دارند هیچ کس نمیپره شما اینجا پول نمیده بی پول یگم هیچ فایده نمیشه اگر تاجیکستان پول میداشت یه سرگونه دوام میداد که ساختن باید ساختمانش تمام میکرد ندارد میگه نمیتونه خط میگیرم در اون را هم یه پارتو میروم همون بحثنش برده میرم شد میکشن پارتو روان همین دخترکا کار کنن ادوکاتا در حالی که کودک از راه میبرن تو ادوکات میاد او ادوکات ولی 10 سال توگریش میکنن میروند دوغرین گپ من طرفداری گپ شما وای میرود کودک از کجا مادری وای خانواده چه وای هم برادر شماست دیگر بدبختی تو از آخری سال 2014 در روسیه از 100 نفر یک نفر دارو میفروخت ولی از 10 نفر یک نفر شد از روی بیکاری از روی نبودن از روی قرض خانه از روی علم پدر و کودک در هر چرا صفی جنگاوران زیاد شدن در سیر بگیرن من شما رفتم روی خط کسی هست روی خط این گپ زمین که دو اینا 50 60 نفر بودم است گپ زمین ای کرامت اومدگی اینا ما 50 نفریم 60 نفریم همین روی خط همش میبرم محترم صفی با این ملت وخون نمیخرید وخون من میرم میرسونم همون ملت خودش میبرد پیشم ببینید از بینتون چند نفر چقدر هستن بسیار شما پستری که در ساختمانو 50 نفر 60 نفر 100 نفر در تای دستون کار میکنن همونا رو روی خط هیچ گم ندارن ما پرابلم بسیار داریم 60% پسران توجیه در زندان بیگناه نشستن 60% کدام ترمه رفته ببینید و زمین روی ترمه کریستی رویتون یکی ترمه کالینینگراد رویتون از 75 مسلمان 47 نفرش توجیه است من در این برای نوشته گریستان رو با اونو صحبت میکنم مشابه ترمو اینجا چی دست مادرها میبین پدرها میبین شب روز همه گیره دارد لیکن زبانش خطش محکم شده اونجا یا اون گفتن سخن تو در تاجیکستان نمیتونه شما یک قوه بزرگی فقط قوه در ملت است هر روز میگذرد اگر سری تاج میگیرن در ایتون همینجا هر روز کمش از 50 60 نفر میگیرن یعنی که نشسته یک ساعت نیم ساعت ما صحبت میکنم در سایتون مونده است شما گپ زنید من اومدگی من توجیه کردم همین آواز شما رو فهمیدن چی میشه آینده این ملت کجا رویم ما کردیت داریم در خانه ما مالکیت بغیر از یک بوز دیگه هیچ نداریم او بوز اگر برده فروش هم هیچ از اون گرداندن اون کردیت شما هیچ معنا نداره وقتی ما граница пересекать кадом Украина шо граница пересекать кадом я вон гап машина بود документы чан кор мекунам ҳамҷа официально ҳама нав буд граница пересекать кадом вақти подавать кадом регистрацияда отказ кардан буд من از آمدم کدام چطور بود یکمی مای مارت نام شما رو زده برآوردم بعد این شما مراجعه کردگی صدایی دیپارتمنت کردم запрет мондан 3 сол адвокат мана гуфт ки ман 36000 гуфт онҷа дад навишташ 36000 адвоката пула споридам адвокат коро буд мекунам
имрӯз омадам пеши адвокат, мега ки отказ омад, не знаю, что делать. Это. Но может как-нибудь деньги вернуть? А я все уже сделал, говорит. Ну, типа свои дела я сделал, говорит, как я тебе деньги верну? Но автом говорит, ну, я заплатил, сколько сказали, то чего вот, мега برای چی گرفتن؟ برای دادن ایسکی بولایی بود، برای جال دادن بود advokat. Başıma dudun sağlık rezultu demin kor برای چی وای میگیره؟ برای دادن یا ایسک بوشه، هاینا گروه گاف دنی مینا 2000 روبل میرواد. همینا تیار شدن همی کاغذ با اینا 2000 میرواد. لجنم دکتر اکبر میگفتن که 1200 سم گرید ازشون. شما برده 36000 یک کسی رفتید. وقتی شما در سیستمی کامپیوتر دیگه آدم نه این روی کرده گرفتید بس از برای شما که 5000 نسپارید. این برای همین روی میکنن سود. اینوز advokat شما در حقیقت پلاتون نمیگم کنن. یک کنفلیکت این سیتواسیون اینجا. یک جنجال میشه که باید خوی نخوی. برای که وای گری وقت استفاده بردم بود همین یک میره که یوم پولش گیرم برام. اوینده شما این مولاد باز. مرحمت advokat اگر میمیشتیم صحبت میکنیم. گیرد بیارید شاید advokat تمام خوی مقدس صحبت میکنم. میفهمم که есть большие ошибки с вашей стороны, господин адвокат. Я не считаю, что за это надо было бы 40 тысяч брать. Во-первых, это административные правонарушения, это не уголовные. Административные правонарушения составляется, бумага отправляется, если он... Иштурака да будет? Куда Иштурака да суд? Не, вы ходишь просто под до суд нашего. Даже он не принимал участие, он уже принимал участие. Или она карда. سالهای پیش خیلی قانون بود که باید در تاجیکستان میروید و حجت میسازید توی 3 سال تو میتوانید در دولت روسیه به هیچی کار و فعالیت کنید. اما مسابقه‌های گوناگون هر روز قانون‌های نو به این گونه وارد کرده میشوند. برای چی سبب اساسیش چی است؟ من به جای شما میشدم سوال دیگه خیلی مونده. برای چی تاجیکستان دخالت نمیکنه در بیرونکنی قانون از طرف روسیه؟ و در این سوال ما جواب دیگه میدم. وقتی یک مرتبه شما از یک از پول گرفتید، قرض داشتید که دادید پول گرفتید کو شما یک اما شما رو باید طعنه میزنند. خاموش بودنی رو برای تاجیکستان نویسین شما دیگه فرق داره. یک سبب داره. 1 میلیون تاجیک هیچ وقت در تاجیکستان جای کار نمی‌یابد. اگر در حالت آواز بالا کردن حکومت تاجیکستان اینا 1 میلیون تاجیک در یک شب میگردن. Дига правильно сауди шмоки. Один второму тоже говорит, ваши таджики хорошие. Они не возмущаются. Они молча умирают. Приходя, они никогда не будут возмущаться. دیگران نبودن ممکن من تکرار دادم. چندین کساشو فهمیدم. چرا وقتی که در آورده در پیش برادرم میکشن برادر دیگه خفه است با آواز بلند کردن نمیتونه برای چی فرق میکند چچنی اینگوشو حتی قرقیز هم فرق میکند خاموشی امروزه بیرونکنی قانون از طرف روسا به زندان پرتافتن تاجیکان این یک متهمی حکومت تاجیکستان خاموش بودن شما این کسل شما این ذره در داخل بدن شما است با فرزندای شما میگذارد. اینو فهمیده مایتون. با تکرار میکنم. گیرید 100 نفر 200 نفر قواس کنید روی خط که نیست. بین چطورش درست کنید. فایلوت کنن حکومت توجه. باید بینه در این میلاد نیوکند. تلویزیون رادیویی که هست در روسیه در تاجیکستان حتی تلویزیون روسیه 6 ماه باز خاموش از خبر دارید. روزی سوم وقتی فرد تاجیک برده کشتن در پیش مترو 3 نفر از کین خیلی دیروز برآمدید برادرش بود در سفرهای تاجیکستان یا هیچ نشد هیچ نبود و اتیورکا در کتک زدن کشتن در بین آدمو در یگام جا در این ورگام نیست صاحب شه این دولتونه در آن حالتی که امروز با رای خوب به جنگ به یگام و دعوتهای بیزیری بیمانی پروفسوریز دنیا وجود دارد اتفاق کسبه میگفتن در دولت شوروی شما اتفاق کسبه دید حقوقای خودتون پیشنهاد کنید سرجمشون یک کابینت یک 100 نفر در بچه ما دیگه همش گوش کنید من واقعا میزنم از گفتم برنامه اشتم برنامه میگردم من تیارم همین واخره با سفیر تاجیکستان
در بدن شما 1000 نفر باور میکنه 10,000 تاجیک بالا میدین چی میشود؟ همه قانون غیرمش در روسیه طرف شما میگذارن. گرد به بازار یک روز کوری تاجیکستان یک روز مسکو کارپرتوی تاجیک کنه نسبت همین قانونی که همین وحشیگری همین روزا از کجا تاجیک باید رجیستراسیون کنه من نفهمیدم. از کجا 4000 یورو باید تاجیک پارتی از کجا کی با کردیت گردونه بعدش تلفنی مادرش نمیبردارد بعد ندارد پول برداشتن اون طرف مادرش که گامگه و زنش گام میزنه که چرا تو مدت پول بی اول فرزند تبین در کجا خوب است یک روز گام زنین ببین بازار هم جگه نه اینا ما 100 نفریم 100 کارخانه میریم در 100 کارخانه که 10,000 کدام کار میکنه روید گذاریم که مرحمت فلان ساعت فلان جدا ما میریم نماینده‌هاش در کار نیست پیدا کنه در اون حالت اعلان شد که پگاه تمام اسمی روسیه گام میزنن تمام تاجیکانی مسکو شکل مینوت مالچنی است که یک دقیقه میخوان خاموشی اعلان کنن ما اومدیم کار میکنیم ما میخوایم زندگی کنیم ما میخوایم معلومات بدیم ما میخوایم زن خودمون رو نانتیم ما میخوایم که شخصی که در ترما بیگنونی شخص هستند از ترما باید جواب داده شما چرا در اونجا نمیرید وای درو فروختگی است وای کی مجبور کرده بود Нарколо Бардин, фамилия шумо гуфтен ки ту муфас барҳам мехоҳад патент регистратсия аммо чикор кунем ҳамин من با تحلیلی که فکرهای خود که اثبات کرده برمودم شخصانی که صاحب پتنت شدن در خود روز اول شما گفتگی که در مدت 2 ماه شما باید خوجاییتون رو یابید در امروز هم گفتگی بدم امروز از 100 نفر 99 نفری همون شخصانی که گرفتن پولی کلان دادن صاحب نیافتن یعنی رابطاتی را نیافتن صاحب خانه نیافتن در حالت نبودن چنین تحلیل دولت روسیه در رو که من تون میگه где ваш договор а у вас договора нету прямо в суд برای همین شخصی که هستن دارن اونو سفر به وطن میکنن با ما گفتم حکومت دارن خوب شود که این جوانان سفر به وطن کنن اگر سفر به وطن نکنن رو به سیر و عراق گردونن شده میره چیزی رو دومای میره میره برادر خیلی میکشید نه یه رفیقم رو رفتگی پدرش بیچاره کمغال در تاجیکستان 20,000 دلار اشتراف کردن چی فایده باید تو میره در سیر جنگ میکنی رش میمونی چی میکنی چی داد کنی همین خزانه که اون تلفن بردی ما رو سفر می‌کنیم و هر مبادرت برای پردلین استروک رجیستراسیون باید وای برای فهمیست وای میره که نمیره من رجیستراسیون دارم بعد اول رجیستراسیون در خونه خودت بکنم همین کلمه را لازم باید کنم همین کنه